سوال میکنن از تو ماذا احل لهم، چی چیز حلال شده است برای زنا؟ قل بگوی پیامبر احل لکم الطیبات، در یک کلمه الله حلال شده است برای شما چیزای پاکیزه. پاکیزه چی است؟ فکر کنید در تفسیر از این چیزای پاک خوب تفسیر کرده. مثلا امام سمعانی میگه پاکیزه هر آن چیزی که در قرآن سنت حرام نشده باشه و عرب او را استفاده کرده باشه و مطابق طبیعت انسان باشه، خبیث نباشه، چیز نجس نباشه، این را پاکیزه میگه. طبیعت شود، طبیعت شود، در قرآن تحریم نشده باشه، نه در قرآن از حرمتش نه در سنت. عربا استفاده و لذت دهنده باشه، نجس نباشه. اینا امو مثلا موش چطور حرام است و حرم علیکم خبائث، او در جمله خبائث است، خبیث است، نه پلید، لذت نداره. انسان عربا از استفاده نمیکنه، عرب ها استفاده کنه باشه، لذت دهنده باشه و حرمتش ثابت نباشه. اینمی مثلا یکم تا میگه که نمی مار چی واری یک قسم مار است سنجاب میگن، نامش یادم رفت، یک قسم مارا است استفاده کردگی صحابه، سوس مار، اینی سوس مار نه. یکم تا میگه عرب های سوس مار خور، عرب ها را که رد میکنن سوس مار خور میگن نه. حالا سوس مار حلال در قرآن سنت حرمتش نامد. حتی در حدیث میگه خالد ابن ولید اینا در دستارخان آورده پختیش کردن، شروع کردن، پیامبر صلی گفتن بسم الله کن. پیامبر صلی گفت شما حرمت طبیعت من نمیشه، ولی اونا را نگفت که حرام است، اونا استفاده کردن. پس سوس مار حلال است در حقیقتش. اگر که اگه مذاهب میگن نه، مذهب از پیش خود هر چی بگوید از حرمت ثابت نباشه و لذت دهنده نباشه. و همین قسم خطیب شیربینی میگه در قرآن سنت حرمت ثابت نباشه و یا در قیاس جلی، قیاس روشن و دیگه استفاده لذت دهنده باشه، این حلال است. این چیزا بس طیبات. و در طیبات همین دیگه چیزای پاک هم میاد، مثلا گندم، جواری، دیگه چیزا.